به این خرگوش خوب نگاه کن. ببین چطور با یه هویج ساده حواسشو پرت کردن و دارن بچه‌هاشو از توی لونش میدوزن. به همین سادگی. این دقیقاً اتفاقیه که برای خیلی از ماها داره میفته. رسانه‌ها، اخبار، حاشیه‌ها یه هویج کوچولو جلوی چشامون گرفتن و ما محو تماشای اونا شدیم، اما در همین لحظه دارن مهمترین دارایی زندگیمون رو ازمون میدوزن. زمانمون، جوونیمون، فرصت‌هامون، سالهای طلایی زندگیمون. 1404 داره میاد و فقط یه دسته از آدما برنده میشن. اونایی که حواسشون به لونه خودشونه، نه به هویجای پرت کننده حواس. حالا انتخاب با توه. میخوای یه خرگوش غافل باشی یا کسی که از هر لحظه زندگیش برای رشد خودش و رشد کسب و کارش استفاده میکنه؟ فقط یادت باشه بزرگترین دارایی تو تمرکز و توجه توه. چطور میخوای توی سال 1404 ازش مراقبت کنی؟